درود شنوندگان گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی از روی قصه دتکتیوی قصاص نام‌اثر روزنامه‌نگار جاوید مقیم. آغاز گفتاری ششم. ما نیت داریم که درباره یک دهه کوهستان یگان مواد نویسیم. سخن آغاز نمود نادیر. برای همین هم با وضعیت شناس شدن می خواهیم. درباره تعلیم و تربیه، شرایط زندگی معلمان نوشتنی هستیم. البته با کمک شما. ما آماده ایم به شما کمک کنیم. راستی گپ من خود در عائله معلم کلان شدم. زندگی و تشویش آموزگاران را خوب می دانم، گفت نادیر و افسود. یک چیز را گویم. با کابینت دیرکتور مکتب شهرداری گمان میکنی که با کابینت یگان دیرکتور زواد در آمده ای. کابینت شما و عموما مکتبتان خاکسارانه است. از دهه شما چند نفر تاجرانی نامدار تاجیکستان برآمدند؟ آیا آنها به شما کمک نمی کنند؟ میدونم شما کی را در نظر دارید. نادیده مگر سیر می شود؟ انا کشتنش با خود چی برد؟ مردم بی معرفت و بی فرهنگ قدر علم و دانش را کجا داند؟ باور کنید که مکتب آن طرف استاد برای آبادی همین دهه سنگ نمانده است. برایش در دهه خانه با حشمت، ولی برای مکتب اقلاً یک کامپیوتر نخرید. معلم اختصاص شما چیست؟ من معلم تاریخم. سال 1975 فاکولته تاریخ دانشگاه دولتی را ختم کردم. پس با معلم تاریخ ما فرهاد شادی هم کورس بودگیستید. بله، حالا شاگرد فرهادم گوید. من به خانه آنها بسیار رفتم. او هم به دهه ما آمده است. دوست بودیم ما. بعد پراکنده شدن شوروی و این جنگ برادرکش علاقه ها کنده شد. دیگر به مثل پیش به دوشنبه هم نمی روم. ممکن در 4-5 سال با یگان کار نروم. دیگر در همین دهه پایبندیم برادر، گفته لحظه سکوت کرد یوسف پولادوف و بعد پرسید حالی همکورسی ما چخیل است؟ و مثل همه معلمان آن کس هم 10 سال باز دیرکتور مکتبند. چون او را دیدید حتما سلامی مرا رسانید. البته در مکتب شما یک نفر معیوب با نام سفرعلی کار میکند. سفرعلی نام معلم صنف‌های ابتدایی داریم. یک پایش میلنگد. او پیش از دوستان نزدیک تبرعلی بوده است. پیش بسیار قرین بودند. من با آن کس هم صحبت کردنی بودم. حالا او نیست. به مرکز ولایت رفته است برای راحت کرار دسترس کردن. اینجا در ناحیه راحت نیست گفته ندادند و او به ولایت رفت. پگاه باید تا نصف روزی برگردد. پس پگاه صحبت میکنیم. حاضر درباره فعالیت مکتب، کادرهای پداگوژی، سطح دانش خوانندگان گپ زنید. خواهش کرد نادیر. خیلی که دیدید مکتب ما 11 ساله است. در آن 1500 نفر شاگردان تحصیل میکنند. در شتاتمان 50 معلم هست، ولی بنابر نبودن آموزگاران تخصصی همگی 35 نفر کار میکنند که آنها اساساً نفقه خور و سینی به نفقه نزدیکند. معلم از همه جوانی ما 50 ساله است. با این معاش کم یگان آموزگار جوان به مکتب نمی آید. بودن جوانان که 1 سال کار کرده بعد برای مردکاری بر روسیه رفتند. از دهه با کوتای پرزیدنتی برای تحصیل می فرستیم که برگشته در دهه معلم شوند، ولی آنها چون بر شهر رفتند دیگر بر نمی گردند. بله، این پرابلمی تنها شما نیست. حاضر حتی در مکتب‌های پایتخت معلمان صاحب تخصص نمی رسند. یک چیز خوبی مکتب ما در آن است که معلمان فنهای اساسی ما پیران سالانند و آنها صافدلانه درس میگویند. از وزارت معارف امر شده است که معلمان نفقه خور را از کار آزاد کنیم. اگر آنها را جواب دهند که در مکتب کار میکند. سر این مسئله من در شعبه معارف ناحیه اداره معارف ولایت بحث کردم. به گپم گوش نکردند. به وزیر معارف مکتوب نوشته گفتم که اگر نفقه خوران لازم نباشند و جایشان معلمان جوان را تامین کنید. البته وزارت چنین امکانیت ندارد. از وزیر جواب آمد که بگذار نفقه خوران کار کنند. مکتوب را نسخه کرده به شعبه معارف دادم تا که
دیگر گرنگ نکنند، گفت پولادوف و افزود: من میدانم که در بسیار مکتب‌های حتی شهر معلمان صاحب اختصاص فیزیک و متماتیک، خیمیا و زبان انگلیسی نمیرسند، ولی ما چنین معلمان داریم. بنابراین تعریف هم شود شاگردان ما چیزی را میدانند، بیسواد نیستند. البته دانش گرفتن شاگرد تنها از استاد وابسته نیست. اگر شاگرد خواهش آموختن نداشته باشد، به او درس گفتن بیهوده است. امروز که قدر صاحب علم و دانشمند پایین رفت، شاگردان هم کمتر حوصله خواندن دارند. اگر اولی سالهای 92 عصر گذشته مکتب ما را 50 کس ختم کند، حتما 15-20 نفر آنها تحصیلات عالی می گرفتند. حالا باشد سال مکتب را 80-90 نفر ختم می کنند و از این تعداد تا 10 نفر شامل مکاتب عالی می شوند. این نشان دهنده پس رفته باشد هم در ناحیه از بهترین ها محسوب می شوند. تحصیل دختران در مکاتب عالی چخیل است. خواهشمندان تحصیل زیادند، ولی والدان امکاناتی پرداخت تحصیل پولی و بود و باش آنها را در شهر ندارند. خلاص دختر پولدار می خواند و دختر کمبغل خانشین می ماند یا در خواجگی کار می کند. اجازت می دهید که شاگرد ما با چند نفر خوانندگان ختم کننده صحبت بکند. البته ما چیزی پنهان میکردگی نداریم، گفت دیرکتور و از جا برخیست. شما نشسته ایستید، من حاضر تشکیلاتچی را موظف میکنم. احسان با دیرکتور از کابینت برآمدند. نادر به تریزا که روبروی جماعت بود نگاه کرد. در نزد جماعت یک جیپ رفتچار نقرفام آمده ایستاد و از آن جوانزنی خوشقد و قامت فرآمده وارد بینا شد. در قعر کو زنانی ماشین سوار نیز بودند که به خود اندیشید نادر. همین زمان دیرکتور برگشت و نادر از فرصت استفاده کرده پرسید: این بینای روبرویتان چیست؟ اداره جماعت دهات، گفت دیرکتور و به تریزا نظر کرد. ماشینش همینجا. رئیسه صبح به ناحیه رفته بود، برگشته است. جلسه رئیسان بود. زنی عاقل و دانا است لطفیه. پیش در مکتب معلمه زبان و ادبیات بود. افسوس که بر محل بیوه ماند. شوهرش از خویشاوندان زنی خاشاکوف بود. او هم با تبرعلی تجارتی یک جایه داشت. 5 سال پیش ماشینش در عقبه چپه شده جوان مرگ شد. درباره این صدمه آدمان هر گپ میگویند. گویا از این پیشتر بین او و تبرعلی برای تجارت مناقشه شده باشد. این دنیای سربسته است. نمیدانی که فردا چی می شود. بله، هر کس از کردهش می بیند، گفت دیرکتور و افزود. رئیسه فهمد که مهمان آمده است، حتما می آید. لحظه خاموشی فرا رسید. نادر درک کرد که باید حتما با رئیسه صحبت کند. از او بسیار چیزهایی را که دیگران نمی دانند فهمیدن ممکن. خاموشی را پولادوف خلالدار کرد. بیایید من شما را با مکتب شناس کنم. با کمال میل، گفت نادر و از جای برخیست. دیرکتور یک به یک کابینت و لابراتوری های مکتب را به نادر نشان داد. مکتب برایش آشنا می نمود. نادر آنها را دیده دوره مکتب خانیش به یاد آمد. او هم در چنین مکتب تحصیل کرده بود. یک چیز پرسم، خاشاکوف در مکتب چه تحصیل میکرد؟ من راهبر صنفشان بودم. به زور میخواند. خیلی بی‌ادب بود. برای همین هم بعد ختم صنف 8 من خودم حجتهایش را برده به آموزشگاه کسبی تکنیکی ناحیه سپاریدم. اگر جنگ شهروندی نمی بود و او سلاح به دست نمی شد، تا حال در آغلهای فرمه چلانگری می کرد. وضعیت آنها را دیگر کرد. به دستشان قدرت آمد. سرپول شدند، ولی چون انسان باطنشان تغییر نیافت. پادبان بودند، پادبان ماندند. انسان معرفت را طول 10 ساله ها از خود می کند. شخص با گلستوک بستن زیایی نمی شود. زیایی بودن در باطن انسان است، نه در ظاهر. ولی من با شما راضی هستم، گفت نادر و افزود. از شما یک چیز را پرسم، سبب کشتاری او چی باشد؟ مردم هر چیز می گویند، گویا از جمله برای پول کشته باشند، ولی من به این باوری ندارم. حالا دیگر برای پول این خیل ثروتمندان را نمی کشند. اینجا یگان سری دیگر هست که من نمیدانم. آنها صحبت کنان به کابینت دیرکتور برمیگشتند که روبرویشان همان زنی از جیب فرآمده برآمد. معلم، از دوشنبه مهمان آمدند، نگفتید؟ گله گذاری کرد او از دیرکتور. نه آمدند اینها.
شناس شوید نادیر امینپور، ژورنالیست. این کس واقعا شاگرد همکورس من بودند. من شما را می شناسم. نوشته هایتان را هم بسیار خواندم. در تلویزیون هم بسیار دیدم. نصیب بوده است و خودتان را اکنون می بینم. نامی من لطفیه خود را معرفی کرد زن. این کس رئیسه ما. لقمه پرتاف دیرکتور مکتب. خوب چی نقشه ها دارید؟ با شما صحبت کردنی بودم که خودتان آمدید. شما هر وقت می توانید به کابینت من آیید. صحبت می کنیم. هر روز از دوشنبه مثل شما ژورنالیست به صلح کمر می آید. نصف روزی شد. من این کس را برای خوراکخوری به خانه دعوت کردنیم. شما هم بیایید. نه تشکر. یک پیاله چای را ما هم می توانیم تشکیل کنیم، گفت لطفیه. مهمان اول به خانه ما آمدند. شما شب می استید؟ شاید. پس مهمانی ما می شوید. پس از نصف روزی وا می خوریم. من شما را انتظار می شوم، گفت لطفیه و از مکتب برآمد. ما به خانه می رویم. خوراک تیار است. خوب نمی شود. شما مهمان. من بوز یا گوسفند کشته ضیافت نمی دهم. کدبانوی ما مرغ شوربا پخته است. یک کاسگی می خوریم و از پی کار می شویم. حالا شاگردتان را می گیریم و می رویم. خانه امان دور نیست. یگان 50 متر دورتر از مکتب. تشکیلاتچی مکتب و احسان را از معلم خانه پیدا کردند و همگان به خانه دیرکتور رفتند. برای آنها در مهمانخانه دسترخوان گسترده بودند. پسر دیرکتور دستها را آب گرفت و آنها سر دسترخوان نشستند. زود به آنها در چینی کاسه ها مرغ شوربا آوردند. دیرکتور جوان را کشاد و از آن یک شیشه عرق برآورد. معلم به دیرکتور مراجعت کرد. نادیر: من 3 سال باز بس کردم و قطره هم به دهان نمی برم. احسان باشد سری فرمانی ماشین است. اما من هم عموما عرق نمی نوشم، گفت احسان. انیق نمی نوشید؟ انیق، گفت نادیر. اگر شما ننوشید ما خودمون می نوشیم، گفت پولادوف و بعد 2 قدح عرق ریخت. باز پشیمان نشوید. شما بی‌ملال باشید. نادیر عادتاً در جای بیگانه خوراک خوردن نمی توانست، ولی حالا مرغ شوربا خیلی لذیذ بود و او شوربای کاسه را تا آخرش خورد. ینگه‌تان خوراکی با مزه می پزد. من او را برای همین از دوشنبه آوردم. حیران نشوید، آن کس هم کورسم. مرا دوست داشت و از دوشنبه به قشلاق آمد. به نفقه برآمده باشد هم حالا در مکتب معلم است. مهمانان و میزبانان بعد صرف غذا از سر دسترخوان برخستند و به مکتب برگشتند. من با چند پدر و مادر ختم کنندگان صحبت کردنی بودم. به من کمک میکنید؟ به تشکیلاتچی مکتب مراجعت کرد احسان. من باید با رئیس صحبت کنم. کارت را که تمام کردی به من زنگ زن. با هم وا میخوریم، گفت نادیر و رقم دیرکتور مکتب را گرفته تا پگاه با او خداحافظی کرد. نادیر به اداره جماعت آمد. کاتبه رئیس مگر نادیر را انتظار بود که او را زود به کابینت لطفیه آورد. رئیس سر کامپیوتر نشسته چیزی می نوشت. شینید 1 دقیقه. من همین مکتوب را یک بار دیگر خوانم. باکی نیست. ما خانم های زیبا را تا صبح هم انتظار می شویم. به زیبش را منتظر نمی شوید؟ دلکش باشند چرا نه؟ سخن پردازی کرد نادیر. لطفیه مکتوب را چاپ کرد و امضا مانده به کاتبش داد. می بخشید یک پرابلم در دهه همسایه شده است. از اینجا 5 کیلومتر بالاتر. من باید آن را زود رفته حل کنم. اگر خواهید شما را هم برم. نخواهید من شاید بعد 1 ساعت برگردم. بعد صحبت میکنیم. البته میروم. این خیل خانم زیبا دعوت کند با آن لبی دنیا هم میروم. پس میرویم، گفت لطفیه از جای برخسته. لطفیه سر فرمان ماشین و نادیر در بری او نشست. او آمیرانه در راه پرپیچ و تابی کوهستان ماشین میراند. ماشین به بالای تپه سرخ کمر برآمد. در بالا در بین 2 کوه دشت کلان گندمزار دامن پهن کرده بود. دهه در پس آن تپه دیگر. سخن آغاز کرد لطفیه. من شما را گوش میکنم. اکای نادیر، با من در کدام موضوع صحبت کردنی بودید؟ در هر موضوع، ولی این نباید صحبت سری راهی باشد. باید ما در این باره تنها صحبت کنیم تا کسی نداند. این خیل باشد در بازگشت یگانجا می ایستیم و صحبت میکنیم. در دهه چشمسار 2 همسایه برای آب جنگ کرده کشتلدرانی کردند. من باید آنها را آشتی دهم. اگر کارشان به میرسه افتد خوب نمی شود. درست میگویید.
کاری که با صحبت حل شود چرا قاضیبانی کنند؟ در همسایگی جنجال کردن خوب نیست. متاسفانه این را نه همه میفهمند. دیه چشمسار نام داشته باشد هم اکثر چشمهاش خشک شدند و مردم از آبی پالزی تنقیسی میکشند. بنابراین اکثرا برای آب چنین مناقشه ها سر میزنند. نهایت از دور دیه نمودار شد. لطفیه ماشین را در نزد خانه کنار دیه منع کرد. شما در ماشین شینید، من قضیه را حل کرده برمیگردم، گفت لطفیه از ماشین فرامده. اطاعت رفیق رئیس، شوخی آمیز گفت نادیر. لطفیه لبخندی کرد و به سوی خانه دوم رفت. نادیر از فرصت استفاده کرده به ولی جان زنگ زد. سلام، چه حال داری؟ پرسید نادیر. خوبم، من هم گزارش ها را پوره خواندم، قیدهایت را نیست، به اندیشه هایت راضیم. ما قریبی ساعت 9 به دیه رسیدیم. با مردم صحبت داریم. او را اینجا کسی دوست نمی دارد به جز خیشانی نزدیکش. یک نفر که باید با او صحبت کنیم به مرکز ولایت رفته است. پگاه برمیگردد. یعنی ما شب اینجا میمانیم و نصیب باشد پگاه تا بیگاه به دوشنبه میرسیم. از احسان خواطر نشو، او برای گازیتا معلومات جمع کرده ایستاده است. از اینجا رویم یگان مواد می نویسد. واقعا به سرم یک اندیشه آمده است، ولی تا صحبت ها را انجام ندهم نمی توانم اعتمادناکی آن را باور کنم. به من عکس یا ویدیوی جای قتل و مقتول تشخیص طبی سودی لازم است. همین را تا آمدن من دسترس بکن. کوشش میکنم. باز یگان معلومات نو باشد میگیرم، گفت ولی جان. پس خداحافظ. من بگاه باز زنگ میزنم، گفت نادیر و گفتگو را قطع کرد. نادیر به سوی لطفیه که لب جوی با 2 نفر مرد صحبت میکرد نظر نمود. آنها سر چیزی بحث میکردند، دست میجنباندند. معلوم بود که بحث جدی است. نهایت آن 2 مرد به هم دست دادند و برادروار همدیگر را به آغوش گرفتند. لطفیه به سوی ماشین برگشت. قضیه حل شد. همسایه ها را آشتی دادم، گفت لطفیه سری فرمان ماشین نشسته. اکنون می توانیم در یگان جا توقف کرده به ملال صحبت بکنیم. بله. لطفیه ماشین را برگرداند و آنها از دیه برون شدند. اگر جای آرام و تنها می خواهید حاضر می رویم، گفت لطفیه و ماشین را از راه اساسی بیرون رانده زیر سایه دولانه ایستاد و در ماشین را گشاده گفت شما را گوش می کنم. براستی از چی آغاز کردنم را نمی دانم، گفت نادیر و او نیز در نزدش را باز کرد تا از گرمی سالن ماشین نتصفد. شنوندگان گرامی، شما گفتاری ادبی را از سلسله خوانشی بدیعی از روی قصه دتکتیوی قصاص نامسری روزنامه‌نگار جاوید مقیم در پیشنهاد راوی دلشاد الصمدوف و کارگردان اصحاب یوسف شنیدید. انجام گفتاری ششم.